همه فکر میکنن گیمرها هیچ برنامه ریزی توی زندگیشون ندارن. بذار از اول صبحم شروع کنم. بیدار که میشم گوشی رو دستم میگیرم کال آف دیوتی موبایل. من حتی برای توالت هم برنامه دارم، کلش رویال و پابجی. بعد که پشت سیستم میشینم دیگه خدا میدونه. البته برنامه ریزی خیلی مهمه، چون باید بتونی به بتل پس همه گیمات برسی. بعد که خیالت از بتل پس راحت شد باید رنگ اپ کنی. بالاخره تو خفن هستی یا نه؟ I'm bigger, I'm stronger. بعدش هم میریم سراغ داستانیا، چون نمیشه از داستانیا گذشت. با یه برنامه ریزی درست میتونی به همه بازیات برسی، رنگ اپ هم بکنی، داستانیا رو هم انجام بدی. حالا چی کار کنی؟ همه اینا تموم شد، بیخیال چی؟ نه خیر، میروی ماد میریزی و بازی رو به گند میکشی. حاجی یه جا دیدمت ولی هر چی فکر میکنم یادم نمیاد. اتفاقا منم هر چی فکر میکنم آشنایی ولی یادم نمیاد. یه لحظه بشش دندم ببینم میشناسه میدونم. چطور بود؟ چیز یادت اومد؟ محمد تویی؟ میدونی چقدر گشتم دنبال تو اقیانوس آرام؟ حاجی بچه ها گفته بودن تو رفتی سیرک کار کنی، من نمیدونستم انو دریایی. خدا رو شکر دیگه بچه هم بزرگ شدن.